فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب استاد، اولین بیننده سوالشان این بود که گفتن که در یک از کانال‌های ارتشیع شنیدن که گفته که حضرت عمر رضی الله عنه بعد از وفات پیامبر به قبر ایشان توسل کردن. تا چه حد این حرف صحت داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد توسل از دیدگاه اهل سنت و الجماعت توسل مشروعی هست و توسل ممنوع. یعنی برخی از انواع توسل های مشروعی هستند، مانند توسل به ایمان، توسل به اعتقاد و باوری که انسان دارد، توسل به اعمال صالحه، توسل به دعای یک انسان بدین گونه که نزد یک انسان نیکوکار بروی و ازش طلب دعا بکنی. این توسل کاملا جایزی هست. توسل کردن به نام الله متعال و به صفات الله متعال، به محبتی که انسان با الله و با رسول الله صلی الله علیه وسلم دارن، اینها جزء موارد توسلی هست که انسان مسلمان میتواند که این توسل ها رو انجام بدهد. اما توسل به مرده، ولو اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم باشند یا یکی از اولیاء و بزرگان باشند، این در شریعت اسلامی هیچ گونه جایگاهی رو ندارد و از عمر رضی الله تعالی عنه ثابت نشده که به قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم توسل بکنند، بلکه عکس این ثابت شده. داستان معروفی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند انا كنا نتوسل بنبیک، دعا میکنه که پروردگار ما در زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده بودند ما به پیامبر شما به پیامبر تو توسل میکردیم و الان نتوسل بعم نبی، که الان که پیامبر نیستند به عموی پیامبر توسل میکنیم. و در ادامه این روایت ایشون فرمودن قم فدع الله لنا، به حضرت عباس دستور دادند که بلند بشو برای ما دعا بکن. این توسل به دعای حضرت عباس هست، نه به شخص حضرت عباس. و در ادامه روایت اومده که بلند بشو برای ما دعا بکن. یعنی این که همان گونه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و خصوصا این مورد رو در مورد بحث استسقا این اصل سبب ورودش هست که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه دچار قحطی شدن این مرتبه و گفتن در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم ما به پیامبر توسل می‌جستیم، الان به عموی پیامبر توسل می‌جوییم، یعنی به دعای ایشون. و اتفاق افتاد در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یک اعرابی اومد در وقت نماز جمعه و اعلام کرد یا رسول الله همه از گشنگی دارن میمیرند و دامه‌های ما تلف شدن، دعا بکن که باران بیاد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کردند، باران اومد. در همون روز و در همون روز جمعه مردم از مسجد که بیرون اومدن الله متعال بارانی رو به اونها عنایت کرد. حضرت عمر میگوید که ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به پیامبر توسل میکردیم، به دعای پیامبر. الان به عموی پیامبر توسل میکنیم، ای عموی پیامبر، ای عباس برخیز و برای ما دعا بکن. پس بنابراین این توسل به دعای انسانهای صالح است که از دیدگاه تمام اهل سنت و الجماعت جایز است. حتی یک نفر از اهل سنت و الجماعت، نه مالکی، نه حنفی، نه شافعی، نه حنبلی، نه سلفی، نه وهابی و نه غیر وهابی و نه بدعتی، اهل سنت و الجماعت هیچ کسی نگفته که توسل به دعای فرد صالح حرام است. به اجماع اهل سنت و الجماعت چنین چیزی جایز است. این قضیه هم زمانی رخ داد که قبر رسول الله صلی الله علیه و بله قطعا این دلیل خودش دلیل بر این هست که سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه توسل به پیامبر را بعد از وفات ایشون جایز نمیدونست. وگرنه ایشون در مدینه بودن، در مسجد النبی بودن، در کنار قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب به جای این که برند عباس رو توسل بکنن، به عباس میرفتن، به رسول الله صلی الله علیه و سلم توسل میکردن. برعکس این دلیلی که روافض یا بدعتی ها و اهل بدعت میارن، میخوان توسل نامشروع را مشروع جلوه بدهند و توسل به اشخاص را مسنون و مشروع جلوه بدهند، این دلیل برخلاف خودشون هست، دلیلی علیه خودشون هست، نه به نفع اونا.